با سلام، در روزهای آینده هوا کاملا خوب خواهد بود. جون میده که 3-4 تا انفجار عظیم داشته باشیم. بارون مارون هم که نمیاد، خرج مرجان هم نمیکشه. شاهد انفجارهای پراکنده در سطح خاورمیانه و منطقه خواهیم بود و همزمان شاهد ورود یک توده تسلیحاتی بزرگ و عظیم در کشورهای خلیج و آفریقایی هم خواهیم بود، همراه با رگبار و تکتیر و این چیزا به صورت پراکنده. در عراق و افغانستان هم فشار خیلی بالا خواهد رفت. مثلا روز یک شنبه بعد از ظهر ساعت 5:45 3-4 تا انفجار خواهیم داشت در بغداد. جان 6:45 چند تا انفجار خواهیم داشت. در کشور خودمون هم غبار فتنه همچنان ادامه خواهد داشت، اگه بیشتر نشه کمتر به شوم نیست. شاهد محو شدن باقی مانده دشمنان نظام در سطح منطقه هم خواهیم بود. اینا خودشون این سری دیگه به هواشناسی ما قول دادن که دیگه از بین برن. بعد بابا جان مادرتون از بین برین دیگه. بابا ما 30 ساله داریم سر این موضوع خبر فوری میخونیم دیگه. بابا صدامون گرفت، صدا میرسه اما تصویر این قضیه نمیاد. آقای کارگردان چی داست؟ بله خواهش میکنم. فشار بالا خواهد رفت. فشار اینطوری باید این تموم شن دیگه. خب دیگه. تشکر.